هلو به یوتیوب چنل من خوش اومدین. امروز ما یه مهمون ویژه داریم ولی قبلش لایک و سابسکرایب یادتون نره. امروز در خدمت شیما جون هستیم، معلم زومبا. یه چیز کوتاهی که بعد بگم این که من شنیدم شیما جون اول زومبا رو دوست نداشته، ولی حالا چی شده که معلم زومبا شده؟ میگیم که خودش تعریف کنه. بریم که شروع کنیم. خب شیما جون، من فکر کنم الان یه 10 ماهیه تا رو میشناسم. درسته؟ آره. چند وقت اومدی کانادا؟ من تقریبا 1 سال و 1 ماه که اینجا. 1 سال و 1 ماه شد. بله. خب نظرت چی؟ اول بگو نظرت راجع به ونکوور و کانادا چیه، بعد بریم سراغ سوالای بعدی. در مورد ونکوور که از نظر من خیلی شهر قشنگیه، آدمای خیلی مهربونی داره. خب یه چالش جدید بود برای من دیگه، ولی دوستش دارم. باش ارتباط گرفتم. اولش یکم برام سخت بود، دوری از خانواده و همه این داستانا، ولی الان خوبه. الان خوبه دیگه، عادت کردی یه ذره دیگه عادتیم. خاکخوریش رفت. خب حالا یه ذره از خودت بگو، از گذشتت بگو و اینکه حالا چجوری افتادی تو کار زومبا و همین که منم شنیدم، نمیدونم درست بوده یا نه، که تو زومبا دوست نداری. بله. خیلی این جالبه، اونو تعریف کنی. زومبا نمیتونم بگم متنفر بودم، ولی اصلا زومبا رو ورزش نمیدونستم و اینکه دوستش نداشتم. مثلا فکر می‌کردم یه عده دارن یه مسخره بازی میکنن با هم و من چرا باید اسم اینو بزنم ورزش و هیچ وقت مثلا انجامش بدم. درسته. خب همونجوری که میدونیم من شیمام و 10 ساله که دارم کار ورزش میکنم، مربی ورزشم. تجربه خیلی زیاد داشتم توی ایران، تقریبا تو تمام باشگاه تهران کار کردم. باریکلا. بله. آفرین. بگم قسمت عظیمی از باشگاه ایران من کار کردم. یه چیزی هولوش 1 سال و نیم 2 سال خودم یه جیم کوچولو داشتم که کار میکردم. اما اولا اصلا زومبا رو دوست نداشتم دیگه. خب ولی جالبه که الان چون خیلی استوری و پست و اینا میذاری، یعنی بله. خیلی فعالی توش. بله. چون معلم زومبا اینجا زیاده، ولی اینکه یکی توش خیلی فعال باشه و خوش پست بذاره و استوری بذاره. حالا بگو چجوری بهش علاقه من شدی؟ حقیقتا من که اصلا فیلد کاری و درسی متفاوت بود. من لیسانس زبان آفریقایی هم. برای آدم باریکلا. عجیبه. میتونی حرف بزنی؟ خیلی کم. حقیقتا الان دیگه خیلی یادم نمیاد چون خیلی سال ازش گذشته و خب چیزی هم نبود که خیلی تمرین بشه یا تمرینی بابتش بشه. ولی من لیسانسم از علوم تحقیقات زبان آفریقایی بود. بعدش اینترو دیزاین خوندم تو شهید بهشتی. درسته. کلا با سیم رابط همه رو هم رفت دادم. واو. توی همه این فیلدام کار کردم، یعنی هم واسه زبانم کار کردم. یه تایم خیلی کوتاهی توی سفارت، یه تایم کوتاهی رفتم سراغ اینترو دیزاین و طراحی و کار کاشی و تابلوهای کاشی درست کردن و همه اینا. فقط هم بدنسازی میکردم، هیچ چیز دیگه ای رو ورزش نمیدونستم. بدنسازی منظورت با وزنه است؟ بله، با وزنه، با دستگاه، یعنی فقط این کار رو انجام دادم. تا اینکه متاسفانه من یه تصادف کردم. یه تصادفی کردم که پلاکت خونم اومد پایین خیلی زیاد، در حد اینکه مثلا دکتر به من میگفت اصلا نباید کار سنگین بکنی. حتی مثلا اگه از خیابون رد شی یکی یه تلنگری هم حتی به تو بزنه، مثلا ممکنه خونریزی مثلا اتفاق بیفته تو بدنت و این خیلی خطرناکه. به خاطر همین باید دیگه فقط بری سمت مثل پیاده روی، فعالیت‌های اینطوری، ورزش اصلا. و قشنگ یادمه دکتر اینجوری که یه چیزی از جدیدن مد شده زومبا، میرن میرقصن غیر میدن دخترها، برو همون با اون خودتو کنترل کن. از همون در مطب دکتر که اومدم بیرون، خب دکتر به من گفت اگه میخوای چاق نشی نمک نخور. از اون روز تا به امروز من نمک نخوردم. باریکلا. و بعد مامانم هم دیگه به من پس میری زومبا ثبت نام میکنی و اینا. حالا میخواستم به منم روحیه بدن که یعنی مثلا میتونی ورزش کنی، میری ادامه میدی. یادم رفتم اون باشگاهی که همیشه کار میکردم، به دختری که رسپشن اونجا بود برگشتم گفتم که ببین من زومبا رو ثبت نام میکنم، فقط برای اینکه قسم خوردم که میرم سر کلاس زومبا، میرم بالا برمیگردم میرم بدنسازی، تو هم قسمت راست باشه. دخترم گفت
دکتر بهت گفته نکن، تو با خودت لج میکنی. گفتم نه چی چرت و پرت، بس خودشون میرقصن جیغ میزنن سود میکشن، مگه رفتم پارتی مثلا برم تو این کلاس برم چیکار کنم و اینا. رفتم طبقه بالا، مثلا جیمش 2 طبقه بود، رفتم طبقه بالا دیدم که یه مثلا مربی اومد، یه موهای تا اینجا رنگی پنگی، از اولم همه رو بغل کرد و ماچ کرد و گفتم یا خدا ماچم میکنن من تا آخر فقط اینجا ورزش نیست، اینجا مهمونیه، فقط باید همدیگر رو ماچ کنیم، بغل کنیم. من میگم ورزش، یعنی اصلا قیافم دیدنی بود اون لحظه. بعد اون موقع عینکی هم بودم، عینکی هم گذاشتم که مثلا بفهمم حرکات چیه و چی نیست. رفتم سر کلاس و باورتون نمیشه پلک نزدم. یعنی اینجوری بودم که چرا من فکر میکردم این یه چیز مثلا عجیب غریبه، بیسش مثلا قشنگ مثل اسکوات، مثل لانگز، میدونی همه چی داره، فست داره، همه چی تمامه، حرکات ایروبیک و حتی فانکشنال یه چیزای کوچولو توشه، ظاهرش دنسه و خیلی داره خوش میگذره بهم. یادم عینکم هم در نیاوردم، همینجوری فقط زل زده بودم استیج رو نگاه می‌کردم. تا اینکه مثلا یکم خب اصولا آدم پررویی بودم دیگه، فکر کنم از ماه دوم من همیشه رو استیج بودم، همیشه. یعنی یه جایی احساس می‌کردم مثلا مربیم دلش میخواد با لگد بسته بس بقیه قیافه‌های دیگرم ببینن، چون مثل اینجا نبود که مثلا فقط مربی برقصه. اونجا واقعا فانه تو ایران، همه میان رو استیج مثلا به مربی کمک میدن، خیلی بامزه است. و اینجوری شد که شروع کردم برای اینکه بیام توی فیلد زومبا. شیفتش شدی به قول معروف. بله خیلی خیلی، و شاید به خاطر اینکه میدونی شما وقتی که زومبا میکنین یه حجم زیادی از اندورفین توی بدن میاد و خب هورمون شادیه، و تو اون لحظه‌ای که دکتر به من گفته بود خب پلاکتت پایینه و تو باید از روتین زندگیت بیای بیرون، انگار که مثلا حال منو خوب کرد. و اتفاقا وقتی که اون اتفاق افتاد، از اون روز به بعد که مثلا دیگه خودم بازون با اوکی شدم و دیگه مثلا چقدر فانه و دیگه احساس اعتیاد دارم بهش، همیشه اینجوری شروع کردم که هر کسی میاد سر کلاس من با حال خوب بره بیرون. نایس. و اینکه خودم هم شدم همون مربیه که همه رو همه رو ماچ کرد و اینکه دوست داشت به آدما انرژی و حال خوب بده و اینکه همه با یه لبخند یا کلاس هم میرفتن بیرون. برام خیلی باحال بود. ولی خب آره اتفاقا سوال بعدی من همین بود که مثلا چه چالشایی رو پشت سر گذاشتی. یه کوچولو هم راجع به ترکیبای زومبا صحبت کن. الان گفتی یه مقداری که چیا داره، واسه کسایی که نمیدونن چی داره، مثلا تو فکر میکنن فقط رقص و ماچه آره یه ذره راجع به زومبا صحبت کن، یه ذره بعد راجع به چالشایی که داشتی. خب زومبا یه ورزش هوازیه، در اصل یه ورزش ایروبیک آن ایروبیکه و اینکه بیس زومبا تمام همون حرکت‌های خود ایروبیکه که شما وارد کلاس میشین، انگار دنیایی از رقص‌های مختلف رو تجربه میکنین. متاسفانه به خاطر اینکه ایران محدودیت داره توی کمپانی زومبا و تقریبا ممنوع وجودش، هم یعنی در واقع دو سرسوخته، هم ایران زومبا رو ممنوع کرده، هم زومبا ایرانو ممنوع، یعنی میدونی یه چیز خیلی بدیه این وسط. و تمام بچه‌هایی که توی ایران دارن مربیگری زومبا میکنن، به نظر من واقعا باید بهشون آفرین گفت، چون خیلی چالش‌های سختی دارن. و ما چالش‌هایی داشتیم که مثلا یه تایمی میومدن میگرفتن مربیای زومبا رو، یا مثلا داستانای خود این مدلی خیلی استرس‌آور، چون همه به چشم دنس، یعنی من خودم هم چون تجربه شدم به چشم رقص نگاش میکردن. اما اون چیزی که تو شکل رقصه ولی زیر بنای زومبا در واقع یه ورزش ایروبیکه تقریبا، و شما تمام رقصای دنیا رو توش یاد میگیرین به غیر از فارسی، که حالا ما مربیای ایرانی اصولا یه چیزایی رو خودمون کرو میکنیم، ولی نه اون رقص خردادیان کسی تصورشون نباشه، چون متاسفانه بعضیا میان مثلا فکر میکنن الان من میرم بالا میچینم و میذارم تو سبد و در رو وا میکنم اینا.
نه همچین چیزی نیست. روی گام هایی که به ما یاد دادن واسه مرنگه نمیدونم سالسا، اون آهنگایی که ریتمش اون مدلی هست و ما میاریم. ولی اصلا اگر کسی تصور رقص ایرانی داره لطفا من همینجا خواهش میکنم وارد کلاس ما نشه، کلاس های فری استایل رو مثلا برن شرکت کنن. و اینکه من خودمم اول رفتم دبی به خاطر اینکه خب تو ایران که کسی مدرک نمیداد، رفتم دبی، از اونجا اقدام کردم، مدرکم گرفتم. خب زومبا فیلدهای مختلف داره، زومبای کودکان رو گرفتم، یه دونه ورزش قدرتی داره زیر مجموعش، اون اسمش استرانگ رو گرفتم و دیگه شروع کردم. چقدر عالی. حالا فکر میکنی که الان دیگه کم کم یه مقداری هم جا افتادی و که اگه شاگردای خودت رو داری و اینا، فکر کنی فیوچر آینده به چه شکلیه واسه زومبا و واسه شیما؟ یه چیز بامزه‌ای که کانادا برای من داشت، این کسایی که مثلا اول اگه خانمی اومده بود زومبا رو مونوپول کرده بود، اگه اون اجازه نمیداد تو نمیرفتی سر کلاس. بعد من بهش ایمیل میدادم میخوند، یا مثلا بهش تکست میدادم میخوند، جواب منو نمیداد. و مثلا برام عجیب بود این آدمایی که تو رو تو خیابون میبینن، دیدین چقدر لباست خوشگله، چقدر مثلا خندت، مگه میشه جواب تکستو ندن؟ بعد میگفتم خدا یعنی چی، از من خوشش نمیاد، با من مثلا چرا اینجوریه که بعد تا اینکه یه روز جیغ ترین لباس زومبایی که مثلا از 1000 کیلومتر اومدم، هر کی منو میدید میفهمید من یه مربی زومبا پوشیدم. یکی از دوستام که اینجا باش آشنا شدم خیلی کمکم کرد برای زومبا، مثل شما اینجا بزرگ شده، اصلا فارسیش هم مثلا حالا شما که خوب حرف می‌زنید، اون اصلا فارسیش خیلی خوب قشنگ لهجه داره خیلی زیاد. اون به من گفت بیا فلانی اونجاست. دیگه رفتم اونجا باهاش شروع کردم حرف زدن، دیدم نه خیلی مثلا نایس بام برخورد، من این همه به تو تکست دادم. چرا؟ بعد نمیدونم انگار وقتی که نمیشناسنت سخت بوده وارد گروهت کنن. دلشون نمیخواست منو وارد گروه کنن. بعد کم کم به من گفتش که باشه اگه دوست داری بیا به اصطلاح اینجا ساب وایسا، یعنی جای مربیای دیگه برو کار کن، ولی باید مدرک بگیری اینجا، باید یا ایس رو بگیری یا کمفیت پرو رو بگیری. حالا فکر کنید من زبانم دیگه خودتون میدونید. حالا برم از اول تمام اون مراحلی که تو ایران طی کردم یه بار دیگه از اول طی کنم اینا. ولی خب خدا رو شکر اون کارا رو هم کردم و پسش بر اومدم و بعد دیگه شروع کردم هی تون ایمیل، دیگه قدرتم گرفته بودم، مدرک رو گرفتم، هی ایمیل میدادم منو بیار تو جزو عکس کسایی که توی مثلا پیجتن، منو بیار تو سایت. و خودم میخندم گفتم حالا میگه این چه کنن هم نمیکنه، ولی انقدر گفتم که آورد و خدایی هم سر قولش بود. یعنی زمانی که من مدرک ISSA هم گرفتم مثلا 2 روز بعدش شروع کرد برای من برنامه کلاس گذاشتن و به من 2 تا 3 تا کلاس داد. چالش همین که شما میگین همیشه همین بود. هیچ وقت اولا دوست نداشتم که، یعنی هیچ وقت این مدل نبودم مثل خیلیا بگم آرزومه برم خارج از ایران زندگی کنم. همیشه میگفتم دوست دارم، ولی اگر که مثلا ازدواج کنم یا یه پارتنری یا یه دوستی با من همراه شه، آدمی که تنها برم مهاجرت کنم نیستم، چون ایران خیلی بهم خوش میاد، خیلی هم رفیق باز بودم، خیلی برام باحال‌تر بود. ولی قسمت تقدیر اینجوری شد ازدواج کردم و با همسرم اومدم اینجا. ولی بیشتر برام اینجا خارج از ایران زندگی کردن یه چالش بود. مثلا دوست داشتم ببینم اگر یه جای دیگه هم برم باز میتونم اون آدمی باشم که ایران به همه جا رسیدی یا نیست. و خب برای خودم الان با ارزش، چون زبان من اونقدر خوب نیست و با این حجمی که الان اوکی مثلا تونستم خودم ببرم، به خودم افتخار میکنم. واقعا باید افتخار کنی. ما الان زین به مربیای زومبا میگن، زس و زی جی به کسایی میگن که یا به ما درس میدن یا برای ما یه سری کلاسای مربیگری، یعنی برای یه سری کلاسا با استپای خاص میذارن که بتونیم تو کلاسامون ببریم. همیشه دوست داشتم اون دوتا بشم، یعنی هر کاری رو شروع میکنم دوست دارم به تهش برسم. شاید علت اینکه زومبا هنوز برام جذابه اینه که به اون تهش نرسیدم، هنوز جای رشد داره. دقیقاً. و متاسفانه اون امکان پذیر نیست تا زمانی که من یک پاسی غیر از پاس ایران داشته باشم. چون به عنوان یه ایرانی نمیتونم تو مجموعه زومبا باشم. حتی با پیار و اینا بله.
باید کامل پاس داشته باشم که بتونم. به خاطر همین الان هنوز دارم میدوام که به اونجا برسم. نه نمیدونستم اینو. متاسفانه برای اینکه گفتم هم اونا ما رو بنگه هم آره دیگه دقیقا. اوکی چقدر جالب، واقعا ممنون که این داستاناتو با ما شیر کردی. ما که حرف زیاد داریم، داستانمون هم هنوز تموم نشده. بعد چون شیما خیلی دلش میخواد بیاد تو این بالکنی ما یه اینترویو دیگه بشه و باربیکیو بکنیم، من بهش گفتم اگه این ویدیو 1000 تا ویو بخوره، واسه همین لایک و سابسکرایب یادتون نره، 1000 تا ویو بخوره ما شما رو دوباره دعوت می‌کنیم برای اینترویو دوباره. من گفتم چه پشت کاری دارم میفرستم برای همه تا لایک کنن، همه بر حمایتم کنن. پس منتظر ویدیو بعدی باشین، دوباره لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا بعد خدافظ. هلو بعد یادم اومد یک دوست صدا خوبه؟ بله اینجوری شد و اونطوری شد و دیدی.